به رفقای عزیزم منو دیگه میشناسی، شایاسم و ایشون هم که کنارم میبینی خانومم رها هستش که قرار اولین تتوشو روی پوست طبیعی بزنه و مدلش هم خودمم. قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو ممنون میشم سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید و لایک کنید. میخوام تتو بزنم، استریس دارم ولی میدونم میزنم لالای لالای. خب من اینجا تصمیم گرفتم صحبت نکنم که بچه بازی این خانوم منو ببینید و یکم بخندید و از ادامه ویدیو لذت ببرید. خب تصمیم گرفتیم که بریم کافه و یه چیزی بزنیم و منم تصمیم گرفتم تتویی که یا تری که خیلی بزنم و نشستم طرحیاشو انجام دادم با نرم افزار پروگرید. رفتیم خونه و با پرینتر وزر من طرحمو پرینت گرفتم، طرحمو چسبوندیم و شروع کردیم به ادامه کار. بچه‌ها حتما قبل از اینکه استنسیل بخواید بچسبونید پوستو کامل تمیز کنید. در مورد چسبوندن استنسیل تو ویدیو قبلی براتون توضیح دادم و همچنین برای چیدمان میز کار تو ویدیو قبلی کامل و شفاف و واضح براتون توضیح دادم. ممنون میشم. برای بار چندم میگم لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، سابسکرایب کنید. ممنون میشم منو حمایت کنید. خب سرتون رو درد نیارم این خانم من و همیشه بهم میگفت که دیدی شاید گفتم این قسمت رو درد داره، دیدی گفتم فلانه. واقعا فکر نمی‌کردم بعد از مدت تا واقعا نشستم زیر سوزن خوردن واقعا دردش رو حس کردم. خب میریم برای نتیجه نهایی کار. اگر لذت بردید ممنون میشم منو و رها رو حمایت کنید. مرسی.